مهرافروز نموزاده هستم، زاده ناحیه میر سید علی حمدانی. پیشترم میان ما نفهمی ها می شوند، بعضا از رشک، بعضا از قهر، بعضا می شود جنجال ها. میخواستم خودم رو بکشم و از این همه گپ و کلوچه ها رها بیابم. بسیار نفرها از حساب مهاجران، از حساب انما آدمای معیوب، از حساب شما کارت ختم رو ماندگین، صاحب ماشین و بسیار گویا که من از حساب مهاجران به قول کارفر میکنم و من گفتنی هستم که مهاجران بیچاره خود در مهاجرت چقدر رنج میبینند، چقدر سختی ها پستی ها رو میبینند، با مهنت با عذاب پول به دست میارن. چگونه یک انسان اویله تیجی دعوت کرده بودن، برادر تیجی همون شب و روز نفران مخصوص به من زنگ میزدن، اطراف تروریست، اطراف سیاست، دولت. و در حقیقت من حق داشتم. وقتی که دوام 3 روز مادری مرا حقارت کردن، پدری مرا حقارت کردن، شوهری مرا، فرزندان بیگناهی مرا و خود مرا، پنهانی از فرزندانم در حمام میرفتم گریه میکردم، پنهانی از فرزندانم میرفتم در خانه دیگر گریه میکردم. رئیس جمهور و رئیس شهر دوشنبه مراجعت کردم که مردهای نمیدونم کی باشن، اونها نمیتوانم جسورانه و جرأتانه مبارزه ببرم. و 1 سال بیماری کشیدن، بعدا از دنیا گذشتم. همون رنگ یک فویشه که تحقیر میکنه، همین خیلی چیزا بود. تو با دوست پسری من گپ میزنی و من میگم که من این روزها این شبها با بسیار مرد تو گپ میزنم، پسری من تو رو دوست میدارد و من گفتم که خوش به حالم که تو در کنارش هستی اما مرا دوست میدارد. پیام های عاشقانه خیلی زیاد. همکسبان عزیزم که بعضی از آنها ندانسته نفهمیده در صحیفه هایشان نوارهای مرا گذاشتن و حتی از من نپرسیدن که چی سبب شد. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن. این برنامه سرهای ناگفته همراه یکی از چهره‌های شناخته، یکی از ژورنالیست‌های بهترین ما اپای مهرافروز میباشند که در برنامه سرهای ناگفته شما را خوش آمدید میگم اپا جان عزیز و تمنیات شما با کلی آن نفرانی که این لحظه ما شما را تماشا کرده شدند. سلامت باشید رحیم جان. درود میگویم به همه تماشاگران صحیفه رحیم پروداکشن و آنهایی که این برنامه را تماشا میکنند، خصوصا مهاجران مهنتی که تماشاگران اصیل ما آنها اند. امید میبندم که همه شما صحتمند باشید، سربلند خانه آباد باشید و بگذار بهترین لحظه های زندگی نصیب هر یک شما گشته باشد. روز بخیر. تشکر زیاد اپا جان عزیز. برنامه ما را یکم بار تماشا کردگین از میدونن که سرهای ناگفته چیزی که در درون کدام شخصی که در جای شما شدگی باشد برآورده با کلی تماشابینان پیشنهاد میکنیم و این چنین این هم خواهش دیری انا مخلصایی هستن که برای شما میخواستن که زندگی پشتی پردگی شما را در چی عذاب و چی مشقت و چی روزگار که زندگی دارین از زبان شیرین خطاب میشنوند. شما تیارین؟ البته با جان و دل چرانه آنهایی که مرا تماشا میکنن، گوش میکنن صدایم رو، ترانه هایم رو و در صحیفه هایم اعضا هستن، من برای آنها همیشه تاکید میکنم که هر خواهش درخواستی که پیشنهاد میکنم با جان و دل اجرا میکنم. چرانه؟ تشکر زیاد اپا جان عزیز. یکم سوال با شما چنین داده می شود که مختصرا که شما در کجا تولد شدگین و آوان کودکی خودتان یک قصه کوتاه را برای کلی مخلصان پیشکش کنید. خب، مهرافروز نموزاده هستم، زاده ناحیه میر سید علی حمدانی. پیشترم مسکوست که در ناحیه حمدانی به دنیا آمدم، کمال یافتم و مکتب میانه رو نیز آنجا ختم کردم و بعد مکتب میانه، ختم مکتب میانه باشد، تحصیل خویش را در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته روزنامه‌نگاری ادامه داده و سربلندانه ختم کردم. شما اولادار هستین نه؟ البته اولادار، صاحب 3 فرزند. زندگی که شما دارین، شوهر شما با این کار شما زید نیست؟ شوهر من البته که زندگی به مشکلی نمیشود، چون برنامه سرهای نگفته است. بیاید آزاد گپ میزنیم. البته زندگی به مشکلی نمیشود، به رشک، به جنگ جنجال نمیشود. هر روز میان ما نفهمی ها میشوند، بعضا از رشک، بعضا از قهر، بعضا میشود جنجال ها، نفهمی ها. اما شکرگزارم که با وجود همین گپ و کلوچه ها، همون شرحایی که در صفحه های اینترنتی هستند، شوهرم تحمل میکند و پهلوی من زندگی دارد. هر مرد دل گرده با من بر این زن زندگی کردن رو ندارد، به خاطر که میدونید که مردم ما چگونه
خصلت ها دارند. بعضی از آنها یک چی رو ندانسته، ندیده، نفهمیده اونقدر در حقت سخنان نوجا میگن، اونقدر شرحهای نادرست، شرحهای قبیح می نویسند که خیلی انسانی بدیل گرده لازم است که تحمل کند آنها را. بله اپا جون، بله. شکرگزارم از قسمت و سرنوشت و از داده های پروردگار. 3 فرزند داری نه؟ چند پسر؟ چند دختر؟ 2 پسر، 1 دختر، مونیسا، انیس، روریس. بهترین اپا جون، خداوند تعالی عمر فرزندانتون را دراز کنم. و سوال دیگر با شما چنین داده می شود که در سامانه یوتیوب نیز سایت شخصی خودتون رو دارید؟ البته. به نام زن و مرد. دوستان عزیز، یکم به کانال اپا جون عزیز ما در اومده ابونه میشیم و دستگیری شما پیشروی اپای عزیز ما هست. و قسمت سوال جواب با شما چنین داده می شود که اپای عزیز یک مدت معین شما یک برنامه‌ای داشتین که خیال‌های سبز، یعنی با یتیمان، معیوبان، بی‌پرستاران، نفرانی بودن که این دیوالیت بودن با همه کمک میکردین. یک وقتی بود که سامانه شما با یک درجه رسیده بود که در ساعت‌ها 30-40 هزار تا 100 هزار پرسماتر می‌گرفت یک روز نشده. بعد همین نوارها نسبت شما بسیار دشنام شد و گفتن که بسیار نفرها از حساب مهاجران، از حساب همه آدمای معیوب، از حساب شما کارت خودتون را ماندگین، صاحب ماشین و بسیار کمبودی زندگی خودتون را بود کردگین. همین گپ یگان اساس مفید داره؟ البته این سخن‌ها هنوز هم هستند، اما طریق این برنامه به همه آنهایی که من رو تماشا میکنن، گوش میکنن، در صفحه هایم اعضا هستن میرسانم که من از سال 2010 صاحب خانه و ماشین بودم. اما من رانندگی نمیکردم به خاطر که شوهرم رانندگی میکردن و هر کجایی که میگفتم میبردم، پهلویم بودن و چون فرزندا کلان شدن تشویش نیز زیاد شد. سالهای اخیر شوهرم گفتن که بگذار تو نیز یک ماشین داشته باشی به خاطر که فرزندان رو به باغچه به مکتب برده بیاری و من از پس کارهای خودم شوم، یعنی که روزی دراز نمیتوانم از پس تو برنامه به برنامه، برآمد به برآمد بگردم. و من یک 8 ماه پیش یک ماشین گرفتم، یعنی که رانندگی کردم. بعد این واقعا اطرافم بسیار گپ و کلوچه ها زیاد شد، گویا که من از حساب مهاجران به قول کارفر میکنم. و من گفتنی هستم که مهاجران بیچاره خود در مهاجرت چقدر رنج میبینند، چقدر سختی ها، پستی ها را میبینند، با مهنت، با عذاب پول به دست میارند. چگونه یک انسان مومن و مسلمان، یک انسانی که دل دارد از مادر به دنیا آمده است میتواند حق یک نفر دیگر را بخورد. حالا که من مادر هستم، صاحب 3 فرزند هستم و زنی هستم که از اکثر مردها با جرأت‌تر مهنت میکنم، کوشش میکنم، مبارزه میبرم. اونقدر شکست و ریخت، اونقدر ناآمدهایی که من در حیات عائلوی، در فعالیت ایجادی، در برنامه سازی، در صحیفه هایم دیدم، بعضی مردها تحمل کردن نمیتوانند. اما شکرگزارم از پروردگار که برایم اینقدر دل گرده بقوه داده است و همه این رو تحمل میکنم و با زینه به زینه کوشش میکنم که پیش بروم. اطراف همان گپ و کلوچه ها همین رو گفتنیم که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد و من آن آشنا کرد. من طریق این برنامه نمیتوانم اشکارا نامهای آنها را بگیرم که کیها به سرم مصیبت آوردن، ماجرا آوردن، کیها مرا کوشش شکست دادن کردن. اما همین را گفتنیم که آنهای به من با قلبم کار زدن، آنهای مرا شکستنی بودند که نان و نمکم را خورده بودند، آنهای بودند که در کوچه های دوشنبه شبها به خانه و در سرسون و سرگردان بودند و من آنها را برده در خانه هم جا کردم. نفرانی بودند که از بی پولی به مبلغی تنقیصی میکشیدند و من با همین زن بودن مردانوار پهلویشان را ایستاده و آنها را مبلغ میدادم که از مشکلی ها خود را رها بسازند. آنهایی بودند که من چهرهشان کرده بودم، آنهایی بودند که من برای آنها واقعا کوشش کرده بودم، مبارزه برده بودم. و همین را گفتنیم که میگن که بد به مقصد نمیرسد، انسانی بد به مقصد نمیرسد و باری کج به منزل نمیرسد. من خدا دارم، تکیه به خداوند میکنم و باوری دارم که پروردگار یگانه همیشه پهلویم است و همیشه از همه حالات مرا بیرون میبرد، چون در راه هم راست باشم و واقعا حق کسی را نخورم و زندگی سالم و آسایشته داشته باشم. همیشه پروردگار مرا رحم میخورد، همیشه مرا کمک میکند و آنهایی که
در حقیقت کوشش کردن اونقدر نوارها ساختن، اونقدر در حقم حرفای ناجا و ناسزا گفتن، اونقدر تهمت و تحقیر کردن، روز به عملهایشان جواب خواهم گرفت و آنهایی که تماشابین من شدن در آن شب روز می شود که من تماشابین آنها خواهم گشت. تشکر زیاد آقا جان. با در بابت همین گپ کلاجا با یک چیز دیگر گفتیم آقا جان که یک نوار دیگر بود که جنگ شما آید بلاگرها برای انمی برنامه‌ای که شما با فکرم در اویلا تیجی شما را دعوت کرده بودند. نه در اویلا تیجی دعوت کرده بودند، نه برادر تیجی شما رو برای صحبت کرده بودند. در همونجا یک چیز گفت که یک با فکرم یک پیامک گلاسوی بود که نسبت شما تعلق داشت. انمی گپ چی معنا داشت؟ با کدام معنا شما گفته بودین؟ شاید به عزت نفس شما رسید بعد همین گپ برآمد، برای که یک جایش بریدگی بودن که اولش معنا نداشت. بله و نگفته نماند که همه آن نوارهایی که اطراف من آماده کرده بودند مخصوص تهیه شده بودند و من میرسد روزی که آغاز همین ماجراها، آغاز همون نوارها رو شاید به شما پیشنهاد میکنم، حتی ثبت های آوازی، ثبت های ویدیویی. و وقتی وارد اداره زن و مرد میشوم، من سرمحرر روزنامه زن و مردم. وقتی بند تهیه یک برنامه میشوم، من اونجا تهیه‌گر، برنامه ساز و راویم. اما من در خانه مادرم، زنم و شوهر دارم و فرزند، باید که از تمام مشکلی های کاری دور زندگی کنم با فرزندانم، با اهل اویلم. و همون شب و روز نفران مخصوص به من زنگ میزدن، اطراف تروریست، اطراف سیاست، دولت و بعضی خوب موضوعهای سخن میکردن که از من باید که یکون حرف و هجای ناجا میگرفتن و واقعا دوام 3-4 روز مرا اونقدر تهدید کردن، اونقدر حرفای ناجا گفتن، اونقدر دشنامهای از آداب دور گفتن که این به عقل انسان، به عقل یک فرد مسلمان، یک انسانی که مسلمان است، شیر مادر خورده است، راست نمی آید. به جانم رساندن، جانم رو به نوگ بینی هم آوردن و بعد از 3 روز من یک جمله که در حقیقت من حق داشتم، وقتی که دوام 3 روز مادری مرا حقارت کردن، پدری مرا حقارت کردن، شوهری مرا، فرزندان بیگناهی مرا و خودی مرا، من حق داشتم که یک جمله جواب بگردونم و اونقدر به عصبم رسیدن که یک جمله ناجا گفتم و تمام سخنان خود رو بریده پرت گفتند و همون یک جمله مرا در تمام صحیفه ها پهن کردن و گفتن که مهاجران ببینید، اون زنی که شما اینقدر تماشا میکنید، احترامش میکنید، برای صداش و قول هوشتان میرود چگونه دغل است. و انسان هم خوب میشود هم بد. خوب در آن حالت میشود که از کسی زیان و ضرر نمیبیند، بعد در آن حالت میشود که واقعا جان او را بلد میارند و مهربانترین انسان هم در حالت عصبانی میتواند یک سخن ناجا بگوید. و اون نفران فکر میکنم که حقوق نداشتن بیرون از کار، بیرون از ساعتهای کاری مرا زنگ زده به عزت نفسم برسن، مرا پیام‌های ناجا ارسال بدارن، به خاطر که من یک زن اویله‌دار بودم. ممکن همون یک شرح آنها، یک پیام آنها میتوانست اویله مرا ویران میکرد، میتوانست فرزندان مرا از مهر و محبت پدری دور میساخت. اما ماجرا نیز آورد، مشکلی نیز آورد به حیات شخصی هم. میگویند که دشمن رو با سخن خوب، با سخن شیرین جواب بگردان. اما اون شب و روز من هر قدر کوشش کردم، هر قدر خاموشی پیشه کردم، هر قدر مبارزه بردم که با خاموش بودنم همین موضوع بسته شود. همون نفرانی که واقعا شکست دادن مرا میخواهند از پیش راهم دور بگردن، متاسفانه نشد و دلگیر شدم، ناامید شدم از حیات، از زندگی، از کسب و کارم، به خاطر که من زیاد اویله ها رو دستگیری کردم. اویله هایی هستند که صاحب خانه شدم. من با همین زن بودنم نگاه نکردم. از شهر دوشنبه استا گرفته به ناحیه قبادیان رفتم و ساختمان خانه یک زنی که 6 فرزند داشت و بیوه‌زن بود، یعنی که شوهر نداشت، آغاز کردم صاحب خانه و زندگی خوب ساختم رو. و باز یک جوان دیگر رو در شهر کلاب صاحب خانه 2 حجرگاه بسیار زمانوی ساختیم
و چندین نفران دیگر زنده و سلامت هستند که برنامه های من سبب گشتند. اول خداوند بعدا برنامه های من سبب شدند و اونا صاحب زندگی خوب شدند. اما در نتیجه اینقدر زحمت هایم، اینقدر رنج کشیدن هایم، بدون هایم، من فکر میکردم که یگان برنامه، یگان نوار خوب در حق من آماده میکردن و متاسفانه یک جنجالی که بین من و دو نفر شد همون سبب گشت و همین قدر گپ و کلوچه، همین قدر نوارها در صفحه های اینترنتی نشر شدن، پخش شدن و میرسد وقت ساعتی که من نشان میدیم که اون نفرها مرا تهدید کردن یا صفحه هایت رو محکم میکنی یا برنامه هایت رو قطع میکنی، تو برای این برنامه ها رو نیستی و اگر این کار رو نمیکنیم ما تو رو شرمنده میکنیم، ما به آبرویت میکنیم. و من راستی دلم پر بود از خودم که چیزی در حق من نمیابم، به خاطر که من زنی نیستم که در یگان راه نادرست رفته باشم، یگان انتخابی نادرست کرده باشم، حق کسی را خورده باشم. اما انسان چون دشمن میشده است به هر کار قادر بوده است و من تشکر میگم از همانهایی که اینقدر برآمدها کردن، اینقدر نوارها کردن، اینقدر سنگ معلومات به سویم پرداختن. این رفتارهای شما مرا به جرأت‌تر کرد، مرا به قوت‌تر کرد و منبع قدم‌هایم را استوارتر میگذارم و زینه به زینه به سوی مراد قدم میگذارم و واقعا شما سبب شدید که من درک کنم که کی دوستم است، کی دشمنم است و سیاه را اکنون از سفید فرق میکردگی شدم. زنده باشم. تشکر زیاد اپا جان، به نهایت گپای خوب گفتین نسبت آن نفرایی که شما را به این درجه آوردن، مثال اینقدر کار کردن و باوری دارم که با برنامه خودتون را اثر نه با آغاز میکنید. البته چرا نه، بعد همون ماجراها من یک مدت در حقیقت دلشکسته شدم، ناامید گشتم، حتی سلامتیم را از دست دادم. این تحمل اونقدر گپ و کلوچه آسان نیست. اونقدر زنگ ها به تلفن من میشد، هر لحظه زنگ میزدن، حقارت میکردن، زنگ میزدن، یک سخنانی میگفتن برادرانی همزبان هموطنی من، برادرانی مؤمن و مسلمانی من که تنها من در جواب میگفتم که سلامت باشید یا تشکر زیاد برای فکر و عقیده‌تان، یک چیز را ندانسته نفهمیده اینقدر به من درد دادید، اینقدر ظلم کردید. انشاءالله که جوابی هر یک عملمون رو ما و شما اگر در این دنیا نمیبینیم در اون دنیا خواهیم دید. و من نمیدونم که مردم ما، بعضی از هموطنان ما که مسلمانند باید که آزار ندهند یکدیگر را، باید که در حق یکدیگر حرف و هجای ناجا نگویند و اگر گناه یکدیگر را میبینند باید که بپوشانند. متاسفانه چیزی را ندیده نفهمیده اونقدر به من درد دادن، اونقدر شکستم دادن، اونقدر ناامیدم کردن که حتی همون شب و روز نمیدونم، من یک زن بسیار با دل و گرده با قوت بودم، اونقدر ناامید شدم، اونقدر دل شکسته شدم که به مردنم راضی بودم. حتی همون شب و روز قریب من به خودکشی دست میزدم، باور میکنید به خودکشی دست میزدم. و هرگاهی که چهره فرزندانم رو میدیدم، هرگاه چهره فرزندانم را میدیدم میگفتم که آخه من یگان گناه نکردم، برای چی اینقدر به من سنگ ملامت میزنن، برای چی اینقدر مردم ما یک چیز را ندیدن، ندانستن، نفهمیده در حقم سخنانی ناجا میگویند. من زنی بی‌رحم‌گرد نباشم، زنی حق کسی را میخوردگی نباشم، یک زنی هستم که در زندگی تمامی چیزی که به دست آوردم فقط به عذاب، به رنج، به دویدن، به مهنت به دست آوردم. هر چی که من رو میسر گشته است از اول خداوند داده است، بعدا خودم رنج دیدم، عذاب کشیدم، اونقدر ضربه خوردم، اونقدر پیشپا خوردم، اونقدر ماجرا و مصیبت ها رو دیدم که طور پیشتر گفتم هر کس نمیتواند تحمل کند. و فرزندانم آمده مرا آغوش میکردن و چه جان برای چی گیره میکنید، غمگین شدید، ما هستیم در پیشتون، برای چی شما گیره میکنید. پنهانی از فرزندانم در حمام میرفتم گریه میکردم، پنهانی از فرزندانم میرفتم در خانه دیگر گریه میکردم. و حتی روزهای شد که میخواستم که خودم رو بکشم از همین تهمت ناحق مردم، تهمتی میگن که انسان نمیکشد، تهمت ناحق، تهمت ناگهان. میخواستم خودم رو بکشم و از همین همه گپ و کلوچه ها رها بیابم و خوشبختانه با یک برادر بسیار مؤمن و مسلمان در صحبت شدم و
او نیز میدونست طریق سامانه های اینترنتی همه چی رو تماشا کرده بود و من نصیحت کرده گفتن که همیشه تکیه به خداوند کن، نماز بگذار و در نمازهایت از خداوند طلب کن که از این مشکلی ها تو رو رها بسازد و نمازی ظلم بخوان. و حتی من نمیدونستم نمازی ظلم چگونه است. برادر عزیز خداوند برکتشان بوده به من راهنمایی کرده فهموندن که همین گناه نماز بگذار. این نماز یعنی که نمازی است که تو گناه نکرده ای، تو حق کسی رو نخورده ای، اما تو رو ظلم کرده به این روز به این حالت آوردن، همه آنها جزا خواهند دید. و من تکیه به خداوند کردم، فقط نماز گذاشتم و فرزندانم رو به آغوش گرفتم و 1 ماه دراز در خانه نشستم. از خانه بیرون برآمدن نمیتوانستم. میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. وقتی که ندیده ای نمیدونی، با چشم شاهد نیستی، باید که در حق یک از سخنی ناجو نگویی. ممکن همون یک سخنی تو یک کس از دنیا ببرد، یک کس از زندگیش رو ویران بسازد، یک فرزند رو به پدر به مادر بسازد. اما نمیدونم برای چی همون طایفه آدمایی که همون شب روز آنقدر مرا غم دادن، درد دادن، اونقدر تحقیرم کردن. دوام 1 ماه تلفن دستی من یگان لحظه خاموش نبود، یگان لحظه قرار نبود. همه وقت زنگ، پیام و من فقط تکیه میکردم و خداوند شکرانه میکردم. خدا جان از این روزها من رو رها بساز میگفتم و رو به خواب آوردم. و بعدا موضوع بسته شد. بعدی اونه که من به رئیس جمهور، به رئیس شهر دوشنبه مراجعت کردم که در حقم همین گونه رفتار کرده ایستادن، جانم را به لب آوردن و من یک زن در مقابل اینقدر مردهای نمیدونم کی باشن اونها نمیتوانم جسورانه و جرأتانه مبارزه ببرم و نیاز به کمک شما دارم. و همین نامه ها سبب گشتند و همین موضوع بسته شد. بهترین خداوند عهد برای این موضوع و یگان شخصی که مثال همچون شما و انسانی که نسبت یک مردمی که خانه نداره، منزل نداره کمک میکنن، هیچگاه دیوبارا میسر نشد. و این البته رحمت این رنجان سبب شد، این برای من درس شد، بهترین درس شد که من بعد هر نفری که مرا زنگ میزند و گریه و ناله و زاری میکند، من صدایش رو ثبت میکنم، زبان خطش رو میگیرم، نسخه شهادتنامه‌اش رو میگیرم، شناسنامه‌اش رو میگیرم و روزگیش رو میگیرم که من باید چی کارها رو انجام بدهم و او باید چی کارها رو انجام بدهد. بعدا نوار آماده کرده پیشکش میسازم. و خاطر که همون نفرایی که من نوار کردم اونقدر ما رو زاری کردن، اونقدر از تمامی گوشه و کنار نماینده های آنها به من زنگ زدن، التجا کردن و بر زمین خوبی هایم اینقدر ماجرا به سرم آوردن. اکنون من هوشیار شدم. این برای من بهترین درس شد و باور دارم که هر عملی که ما اجرا میکنیم در حق یک انسان ما جواب آن را خواهیم دید، خواهیم گرفت. امیدوارم که آنهایی که دلشکسته هم کردن، آنهایی که به زندگی هم زیان و ضرر آوردن، آنهایی که سبب گشتن که من آب دیده بریزانم و فرزندان من غمگین شوند، روز نتیجه و پاسخ این عملهایشان را خواهند گرفت. انشاءالله انشاءالله. ما میگذاریم با دیگر موضوع قسمت زندگی شما. آره که در این موضوع خیلی راه افتاده شدین، که از کم دیگه بریم شاید در اینجا گریه کنیم برنامه ما قطع شود. بیا با قسمت دیگر برنامه میگذاریم. شما در عائله چند نفرین اپا؟ در عائله ما شکرانه پروردگار 8 فرزندیم، 5 دختر و 3 پسر. پدرم رحمتی آموزگار بودن، در دانشگاه ملی آموزگار بودن. اول در مکتب میونه راهبر مکتب بودن در ناحیه همدانی، بعدا در آموزشگاه در دانشگاه‌های بلند مرتبه خوب درس میگفتن، شاگردان زیاد داشتن، شاگردان زیاد را کمال دادن و پیوسته تا دم مرگ کوشش میکردن که ما صاحب کسب و کار شویم و صاحب معلومات شویم و آینده در زندگی دستنیگر محتاج و سرخم نشویم نزد هر کس و ناکس. و ما همه شکرگزارم که همه فرزندان تحصیل کرده و صاحب کسب و کار هستیم و امروز میتوانیم که آزادانه زندگی خودمون پیش بریم. در سن چند سالگیتون شما پدرتون از دست دادید؟ راستی من در زندگی
مثل مرد بودم، مثل پسر بچه بودم و همیشه پهلوی پدرم کارهای مردمه را اجرا میکردم. وقتی ما از ناحیه همدانی کوچ بستیم و دوشنبه اومدیم و ساختمان خانه داشتیم، همراه پدرم دیوار میکردیم، پتلون میگرفتیم و حولی راست میکردیم، سیمین میریختم. رنگی چگونه که مرد کار میکند، کارهای مردمه خانه رو من پهلوی پدرم همیشه راست میستادم و دستگیریشون میکردم. گذشته از این باز در روزنامه چرخ گردون، در شرکت چرخ گردون، در روزنامه زن و مرد فعالیت داشتم و معاش گرفتم رو به دست پدرم میدادم به خاطر که در کمودی های خانه صرف کنند. و در سن 24 سالگی چون من بعد ختم دانشگاه و 1 سال فعالیت کاری اویله‌دار شدم، به شوهر برآمدم، پدرم بیمار شدن و 1 سال بیماری کشیدن، بعدا از دنیا گذاشتن. ما هم پسران هم دختران با خواست خودمون اویله‌دار میشویم و زندگی آنها چگونه که بخواهیم با شوهر با همسرمون پیش میبریم. دخالت نمیکنن هیچگاه پدر مادرم. همیشه کوشش میکردن که صاحب معلومات و کسب و کار شویم و انتخاب همسفر زندگی رو به عهده خودمون گذار میکردن. به خاطر که میگفتم پدرم که آینده شما زندگی میکنید و خوب فکر کرده و خورده صحبت کرده بعدا به خلاصه عمیق بیایید. هیچگاه شتاب نکنید. زندگی مثل مکتب است که در ختم آن شتاب کاری خوب نیست. بله. مقصد انتخاب از جانب هم شما بود، هم شوهر نازنینتان با مسئولیت همدیگر. یعنی در وقتی که زندگی شما مثال سرچید فرزنددار شدین، همه جدایی که روزنامه‌نگاری در کار میکردین، یگان را از حسابی مثال یگان کس شما را زنگ زده، یگان اظهاری محبت کردن یا اینکه در برنامه شما در تگ کامنت‌های نوشتن، همین چیزا را یگان با شوهر شما میخواند؟ سوالی دشوار. نه، شوهر من نمیخونن در پرستش. برای چی نمیخونن؟ ماست میدونن همه خیلی چیزا شرحا منیخن با همه خاطر باشن. راستی شوهر من توجه به شرحا نمیکنن و همیشه تاکید میکنن که چگونه میخواهی لباس پوش، چگونه میخواهی کار کن، آرایش بده، لباس های درست پوش، چگونه میخوای همانگونه زندگی کو، فقط در راحت راست باش، خیانت نکن. اما شرحها و پیامها و البته اظهار محبت ها خیلی زیاد می آیند و صفحه هایم و تلفنم و بعضا پیشتر خنده شان می آمد که می دانند که شوهر دارد برای چی با اظهار محبت میکنن. من حیرانی همین مردم خودمان می شوم. اما من با سخن خوب همیشه تاکید میکردم که ما زنهای کارگر هستیم، ما زنهای صنعتکار هستیم، در روی صحنه هستیم و هزار نگاه و هزار توجه به سوی ما روانه است و این وابستگی از ما دارد که ما در چگونه اویله تربیه یافته‌ایم، چگونه خصلت ها داریم و اگر ما در اویله ناسالم به دنیا آمده کمال یافته باشیم، اگر شوهر هزار پیش رهمون رو بگیرد نمیتواند مقصد ما رو از راهی بد بگرداند. وقتی که ما ناسالیم، فکر و عقیده ناسالم داریم و در اویله ناسالم به دنیا آمدیم، این از خود انسان وابستگی دارد. من همیشه در میان مردها کار میکنم. همیشه اگر بگویم که من در حیات دوست یا دوگانه ندارم، شاید که باور نکنید، دوستانی من شناسا و نفرانی که با من کار میکنن همه مردن. بعضا میشود که من توی میروم ساعت 1-2 شب به خانه برمیگردم، ناحیه عینی بسیارتر توی میروم، شهر و نواحی‌های دور کشور توی میروم و خیلی دیر برمیگردم. برنامه های میشوند که ما از شهر بیرون میرویم و غیر از من یگان نفر در اونجا زن نیست، همه مردن. اما این از خودی من وابستگی دارد و آنهایی که من رو میدونن، میشناسن، با من همکاری میکنن، بیشتر شوخی کرده اکا میگوین. بهترین اپا جان، گپ درباره همه اظهار و محبت رفت. پیش همه جنجالایی که نسبتی همه پراخری و همه کارا شده بود، همراه یک دختر دیگه هم یک بحث بین شما با فکرم آید همه چیز
شیدگی بود که ما فلان میکنم، من نوارهای تر دارم که مثال قطعه فلان و بهمدان همچون همون رنگ یک فویشه که تحقیر میکنم، همین خیلی چیزا بود با فکر شخصی من که بسیارتر در سامانه‌های اینستاگرام که نوارهای شما را اکثریت سایت ها کافی کرده پرتفتگی بودن و حتی اگر بگویم که دختر به شعبه کارهای داخلی بله مراجعت کرده، عریضه نویسنده شکایت کرده بود از بالای من که دوست پسر من او را دوست می‌دارد و او سبب گشت مناسبت‌های ما سرد شدند. بحث شما حساب یک معشوقه همون دختر چی؟ بله اون دختر در یک طرفخانه میشینند با دوست پسرش و اطراف من آنجا من نمیدونم برای چی در یک جایی که به قول کلوب که من در حیاتم نرفتم چون این جای ها و نمیدونم بحث درباره من می رود که به نزدیکی یک برنامه کنسرتی گذاشت و یک تالاری عروسی سمیه عرب که 20,000 سومانی سرپرستی کرد مهرافروز را و آن جوان که ما یک جا کار میکنیم و مرا میدوند صرفهای مرا میدوند و چند مدت ما یک جای برنامه کنسرتی نیز تشکیل کرده بودیم. پشتیبانی از من میکند که او یک زنی هست که همه صرفهایش را خودش میکند و نیاز به سرپرست ندارد، به نفر یا مراجعت نمیکند که سرپرستیش کنند. او مثل یک مرد است و همین سبب می شود و دختر رشک میکند و میگوید که تو با او رابطه داری. پگاه چون این بحث شبانه می شود پگاه مرا زنگ میزند میگوید که همون دختر بله من خانه تو میایم، من شوهر تو رو پیدا میکنم، من تو رو به ابرو میکنم، من این خیل میکنم. خب با من گپ و کلاچه های بی‌معنی و بی اساس و بی ادبانه و چون من میپرسم که شما کی هستید، برای چی مرا زنگ میزنید، میگوید که تو با دوست پسری من گپ میزنی و من میگم که من این روزها این شبها با بسیار مرتبه گپ میزنم، من کارم همین است، باید در ارتباط باشم، در صحبت باشم. اما این معلومه اپا میرفت جان گفته که همراه پیشا دوست پیشا زنگ میزنم خواتیر نشید که اصلا چیه یه شیوه دیگه هم نمیگم و گفتم که من تمام روزها با 1000 نفر در صحبت میگردم و 1000 مرد و زن به من زنگ میزند، با مردهای زیاد من میخورم، این کاری من است و من وظیفه دار نیستم که با تو حسابات بسپارم و تو حق هم نداری که به من زنگ بزنی. اما او به قول دو پرو به یک موزه گذاشته میگفت که دوست پسری من تو رو دوست میدارد و من گفتم که خوش به حالم که تو در کنارش هستی اما مرا دوست میدارد و همین سبب شد و بعضی بحث ها بعضی ماجراها به میان اومد و آن دختر چند مدت من جستجو کردم که به خاطر تحقیر کردن تهمت کردنش بگذار جواب بدهد. متاسفانه ناپدید شد، گم شد از دوشنبه و وقتی که همین نوارها اطراف من پهن گشت و گویا که من مبلغ مهاجران رو خورده و فریب میکنم مردم رو، اون دختر از همین حالت از همین گپ و کلوچه ها استفاده برده رفته به یک شعبه کارهای داخلی مراجعت کرد و وقتی من رفتم و گفتم جغ زنید اون دختر رو بیاید با من صحبت کند، گفتن که شکایت دارد که دوست پسرش به خاطر تو او را ترک کرده است و من گفتم که خوش به حالم دوست پسر او در کنارش باشد، او در پهلویش باشد، او مبارزه برده ایستاده باشد و دوست پسرش بالای همه این رو ترک کرده باشد و توجه به من داشته باشد. پس من خوشبختم که در دل مردم اینقدر چقدر جای شدم و صمیمیت و محبت خلق را صاحب گشتم. من راستی نسبت به هیچ نفر نه مرد نه زن حسی بد ندارم، نیتی بد ندارم، بسیار ساده فعلم، بسیار دل ساده دارم، دل صاف دارم و بعضا دعواها جنجال‌های کاری می شود بعد از 10-15 دقیقه از حالت عصبانیت باز بیرون می شوم و باز هم آدمی پیش نمیگردم، کینه نمیگیرم و نسبت به هیچ نفر کینه ندارم. بعضا در صفحه اینستاگرام هم می نویسند که اپای مهرافروز
قدر دوستت می‌داریم. هر گاهی که در غریبی سخنهای تو را گوش میکنیم، تماشا میکنیم، همون غمگینی همون تا اندازه دور میگردد و در جمله دیگر می نویسن که باز فکری بد نکنین و من میگویم که سلامت باشید برادر عزیز. من هیچگاه نسبت هیچ نفر اگر نیتی بد هم داشته باشد من نیتی بد فکری بد نمی کنم، چون اینجا از من وابستگی دارد که من با شما چگونه صحبت میکنم و اگر من بخواهم که عشق ورزی کنم یا با نفر با مرد در رابطه باشم کسی هم نمیتواند پیش راه مرا بگیرد، به خاطر که من دختری 15 ساله نیستم یا این دوست داشتن جای عیب و ایزا نیست. این پروردگار عشق را در دل جای میدهد، اما من که زنی اویله‌دار فرزنددار هستم این موضوع ها برایم مهم نیست. اما میگویم پیام های عاشقانه خیلی زیاد. یگان بار یگان پیامش شما را یگان دیگرگونی کردگی نیستن؟ نه. با اون خاطر که شما شوهر دارین به خاطر جدی اهمیت نمیتونه؟ به خاطر شوهردار نه، به خاطر که من در زندگی مثل مرد شدم. باور میکنید مثل مرد شدم. همیشه در فکرم فرزندانم هستن، با کدام تجارت دست بزنم فرزندانم رو با یک مکتب خوبتر شامل کنم، چی کنم برای فرزندانم از این خوبتر شرایط مهیا بسازم، چی کنم فعالیت ایجادیم رو خوبتر بسازم، چی کنم کریرم رو با قوتر بسازم. همیشه در فکرم همین فکر است و من فکر کنم که مرد باشد پهلوی من باید که مثل دیگران رفته استراحت کنم و بهارستان رامید. این فکر و عقیده ها عموما در دنیای من نیستن. مرد پهلوی ما باشد دو مردای چیکار بکنیم؟ بعضا فکر میکنم زندگی مرا مثل مرد کرده است، من نمیدونم برای چی و توجه به مرد ندارم و اگر شوهرم هفته ها خانه ناید پروا هم ندارم، به خاطر که نمیدونم یا دلپرم یا میدونم که من خودم از عهده خودم میبرایم، سببش رو نمیدونم اما همین رو میدونم که مثل مرد شدم در زندگی. پس شوهرتون از شما راضی هستی؟ با این سوال از خود او پاسخ باید بگیرین. من نمیدونم که او راضی هست یا نیست. به هر حال من فکر میکنم که زنی که برای زندگیش، برای فرزندانش، برای آبادی خانه‌اش همیشه مبارزه میبرد، همیشه کوشش میکند، خیلی کم است در جمعیت امروزه ما. و امروز بیشتر از زنهای ما میخواهند که یک زندگی آرام و آسوده داشته باشند، خود را اذیت ندهند. برعکس آنها من همیشه میخواهم که کار کنم، مبارزه برم، زینه به زینه پیش روم، سطح زندگیم رو خوب بسازم، فرزندانم لباس خوبتر و بهتر ببر کنن، یک غذای درستتر رو استعمال نمایند. و اشکارا میگویم که من در خانه‌ام کار مردانه رو نیز میکنم، کار زنانه رو نیز. من در حوله زندگی میکنم و بعضا درخت تازه میکنم، بعضا درخت سفید میکنم که مورچه ها درختان من آزار ندهند، بعضا حاطب بیل میکنم، جویک میکشم، البته دهقانی میکنم، همه کار رو میکنم. همسایه ها بعضا میگویند که ما معلمه ما تو رو در کوچه میبینیم، در صحیفه ها میبینیم، فکر میکنیم که تو در خانه یگان کار نمیکنی، اما بر عکس فکر و عقیده ما حتی کارهای مردانه رو نیز میکنی و یزنه در کجا است؟ سوال میدیند؟ در یگان برنامه شوهر شما اشتراک کردگی هسته همراه شما؟ نه. برای چی؟ به خاطر که گپ زدن نمیتونم، سخن کردن هم استعداد رو طلب میکنه. پس یک ژورنالیست زیبا، یک ژورنالیست لایق‌مند در مدت همین قدر زندگی یگان چه مختگی نیستن؟ یا در خانه برو گپ میزنن اما پیش کامرا ده متاسفانه میگن که وقتی میگم منه حد او میگیره که گپ میزنی، گپ بیمعنی را هم گفته میتونه. گپایی که برای تماشابین باید گپ زنی استعداد طلب میکنه، دشوار است. وقتی که از کار به خانه برمیگردین بسیارتر وقتی فرزندان شما
شما بیشتر صرف میشه یا اینکه شوهر شما؟ شوهر من عموما وقتش رو برای فرزندان صرف نمی‌کند. همین گونه خصلت دارد. یعنی که وقتی ما پدرم زنده بود تو دم مرگ همیشه برای ما کوشش میکرد. حتی من همون شب روزی که پدرم بیمار بودند و بسیار در یک حالت وزنی قرار داشتم، من ساختمان داشتم، در خانه‌ام اوستا داشتم و میگفتم بیایید بیمارخانه برم، فشار خونتون بلند شده است، برای چی قدر خودتون را جبر میکنید و جانتون قدر ظلم میکنید؟ میگفتن که نه، اگر که من حاضر بیمارخانه روم، همین خانه ای که امروز باید تعمیرش انجام بیابد یک هفته دیگر دوام میکنند. یعنی که سیاست من است که خانه های تو خیلی زود آماده شده ایستادند و به خاطر ما فرزندان همیشه تا دم مرگ مبارزه بودند، تا دم مرگ کوشش کردن ما را، با وجود این که ما اویله‌دار بودیم، فرزندان پسران صاحب همسر بودند، دختران صاحب شوهر بودند، باز در زندگی ما سهم میگذاشتند. برعکس پدرم شوهر من این گونه نیستند. میگویند که تربیه فرزند، نگاهبینی فرزند، از رفتی علم و تحصیل فرزند آگاه شدن کار زن است. مرد از در بیرون است. مرد باید که همه وقت غذا بیارد به خانه، همه وقت شرایط مهیا کند و بسیاری وقت ها می شود که ما دعوا میکنیم. بسیاری نافرمی های ما در زندگی از حساب بی‌توجهی او به میان می آید. اما میگویند که اگر که انسان خودش در دلش همون چیز نباشد با گفتن نمی شود، وقتی آخر دیگر توجه هم نمی کنم و تحصیل فرزندان، سر و لباس فرزندان چگونه خواندن، از روزنامه‌شان دیدن کردن، همه این رو من برداشت خودم گرفتم. اپا جان عزیز، شما از انتخاب زندگی راضی هستید؟ مخفی در این سوال سیرم را اشکار در قلبم نگاه می‌دارم، اشکار نمی‌کنم. بگذارین در قلب من بماند که من از زندگیم راضی هستم یا نیستم و یا از شوهرم راضی هستم یا نیستم. شاید بعدتر در برنامه‌های آینده درباره زندگیم به حدی بد آشکارا گپ زنم. از همینجا معلوم شد که در حقیقتا دل مردم داشتین، برای که میگن اگر که زن کم که یا سخت گپ زنه یا یک گپی را بگوی، میگن موهش دروازه عقلش کوتاه. مقصد همه چیز گپ میزنن. لیک اکثریت سوال‌های شما عقلم سازه. انمی عقلم از انمو ایشو پیدا شده که بین انمی جنگ جدالایی که مردم کردن، همه چیزایی که اومدن شاید میدونه چی، من از اون چیزی که خداوند برای من داده است به حد راضی هستم، به خاطر که یعنی شکرگزار هستی، نه؟ شکرانه میکنم، هزاران مرتبه شکرانه میکنم و من رو میبینن همیشه در صفحه های اجتماعی فعال هستم، نوار میکنم، عکس میمونم، اما بر ضمن این همیشه نمازهایم رو میخوانم. همیشه من البته کتاب قرآن رو خواندن نمیتوانم، اما فرض و عین، قاعده بغداد، همین کتاب های مسلمانی رو همیشه میخوانم و بسیار سوره ها میدونم، بسیار چیزهایی که وابسته به اسلام، چیزهایی که وابسته برای آینده ما لازمند مطالعه میکنم، فکر میکنم و بیشتر که با دردمندان، معیوبان در ارتباط هستم، به قدر داده های خداوند میرسم، به قدر نعمت های پروردگار میرسم و بسیار که در گشت و گذار هستم، زندگی مردم رو میبینم و مقایسه میکنم، گریه میکنم و هزاران مرتبه شکرانه میگویم که در این سن و سال پروردگار برای من خانه، شرایط خوب زندگی، فرزندان نازنین، مهمتر از همه تن صحت و آبرو و اینقدر صمیمیت و محبت خلق را ارزانی داشته است. من با گریه همیشه شکرگزاری میکنم. باور میکنید؟ به خاطر که در بعضی ناحیه‌ها زنها با چندین فرزندان در یک شرایط به حد وزنی زندگی دارن، با وجود همه این زندگی رو دوست می‌دارن، شکرانه میکنن و به قدر سلامتیشون زیاد میرسن. بعضا ما در شرایط شاهانه زندگی میکنیم اما شکرانه نمیکنیم، به قدر خوب هم سفرمون نمیرسیم، به قدر داده های پروردگار نمیرسیم. من امروز بعد فرزنددار شدن، بعد مادر شدن، زندگیم رو دیگر کردم، فکر و عقیده‌ام رو دیگر کردم، دنیایم رو دیگر کردم و از همه داده های پروردگار همیشه شکرانه میکنم و بسیار صبورم، بسیار
дар бисёр ҳолатҳо сабру таҳаммул пеша мекунам, хомӯшӣ пеша мекунам ва сабру таҳаммул хомӯшиам ба ман бисёр барору муваффақият овардааст ва боварӣ дорам ки оянда низ хоҳад овард. ташаккури зиёд опаҷони азиз ва миннатдор ҳастем ки дар барномаи мо иштирок кардем ва инчунин оиди зиндагиатон, оиди баҳсое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ шумо шид гап задем ва ягон саволи ноҷо додагӣ бошем, ягон гапи вай хато гуфта бошем, аз шумо узр мепурсем ки рафти барнома сирҳои ногуфта буд. саломат бошед. ман бисёр сирҳое дорам ки мехоҳам ки бисёртар баромад кунам, бисёртар ҳамон гуфтаниҳоямро бигӯям, ҳамон зарбаҳое ки ба ман задан, ҳамон рафторҳои ноҷое ки ба ман кардан, бо факту далел пешниҳоди халқ бисозам, аммо айни ҳол на, ба хотире ки чанд муддат пеш як ҷиянам, як бачаи 22 солаи апаам гузашта буд ва айни ҳол ман ҳанӯз ҳам ба худ наомадам, ҳарчанд ки баъзан ҳаракат мекунам ки як барнома пешниҳод бисозам, ҳаракат мекунам ки ба хотири зиндагиам як аз паси кору фаъолиятам бишавам, аммо боз медонам ки дарду ғам маро баъзан ғалаба мекунад, баъзан бар ман ғолиб меояд ва боварӣ дорам ки бо гузашти каме вақт ҳама ҳамон мушкилиҳое ки ба сарам оварданд давоми чанд соли зиндагӣ метавонам ошкоро бигӯям. Як каме вақт лозим барои ин ва ман бовар дорам ки боз дубора наворҳоямро омода карда дар дилу дидаҳо ҷо мешавам ва ташаккур мегӯям ба ҳама он нафароне ки мухлисони самимию асили ман ҳастанд, дар ҳама ҳолат паҳлӯям ҳастанд ва он шабу рӯзе ки бисёр наворҳои ноҷо дар ҳаққам карданду дӯстонеам ки ҳамеша нону намакамро мехӯрданд, ҳамеша барои пешравиашон паҳлӯи ман буданд, аз пулу моли ман, аз обрӯи ман, аз нону намаки ман истифода мекарданд ва маро тар гуфтанд. Парвардигор ҷои онҳо инсонҳоеро барои ман равона сохт ки ҳама ҷиҳата маро дастгирӣ мекунанд, паҳлӯям ҳастанд ва онҳо худ медонанд, мешиносанд аз ин гуфтаҳои ман. ташаккур мегӯям ба ҳамаашон ки маро тарк накарданд, маро танҳо нагузоштанд ва бовар дорам ки боз рӯзҳои хуб, барору муваффақият, зиндагӣ боз ҳам осудатару осоишта маро насиб хоҳад гашт. Амин. Амин. Иншоаллоҳ апаҷон азиз мешава, ҳазор омад калон. Ва дӯстони азиз, чӣ саволу чӣ дархости нисбати апаи азизи ма доштем, мо то қадр имкон кӯшиш кардем ки ба ҳар як саволҳои шумо ҷавоб гардонем ва иншоаллоҳ боварӣ дорам ки нисбати чӣ гуфтаниҳо, чӣ арзу шикоятҳои нисбати апаи меҳрабон шед ва дар рӯзҳои наздик дар канали шахсии худаш оиди ҳамаи намин ноҳақиҳое ки нисбати апаи азиз карданд далелҳо дорад, фактҳое дорад ки метавонад ки ба ҳар яки шумо муҳим аст. чунки нисбати апаи азизи ман аксарияти мардум бисёр фикри бад карда буданд. Бале ва Раҳимҷон, бояд бигӯям тариқи ин барнома ки ҳамон шабу рӯз ман факту далелҳо доштам, ҳамон шабу рӯз ки мегӯянд ҳар як корро бо гармияш бояд ки хуб пеши раҳша гирифт ё хотима бахшид. ҳамон шабу рӯз зиёд мехостам ки як нафар аз ҳамкасби ман, як нафар аз ҳамкори ман ба ман муроҷиат кунаду бигӯяд ки чӣ сабаб шуд ки инқадар санги маломат ба сӯяд мепартоянд, инқадар туро ноҳақ носазо мегӯянд ва аз ман суол кунад ҳамчун як журналисти ба ҷуръат, ба дилу гурда ва ман бо факту далел пешниҳод бисозам. ҳама ҳамин сарчашмаи моҷароҳоро мутаассифона нафаре аз ҳамкорони ман пайдо нашуданд, нафаре аз журналистон пайдо нашуданд ки ҳатто суол бидиҳанд ва ҳатто ман ба номҳояшонро намегирам, ба як ду нафар муроҷиат кардам ки биёед барнома кунед, бо ман дар суҳбат шавед ва ман ба хотири ҳамин гапу калоҷаҳо, ба хотири баста шудани таҳони мардум, ман сарчашмаи ҳамин овозаву ҳангомаву наворҳоро бо факту далел пешниҳод мекунам. ман намедонам тарсиданд ё чӣ сабаб шуд ки онҳо дурӣ ҷустанд, канор гирифтанд худро ва ман ташаккур мегӯям ба онҳо, ба ҳамкасбони азизам ки баъзе аз онҳо надониста, нафаҳмида дар саҳифаҳояшон наворҳои маро гузоштанд ва ҳатто аз ман напурсиданд ки чӣ сабаб шуд. зинда бошед. ман дар саҳифаи инстаграмам вақте история мекунам, онҳоро ман ишора мекунам ва худашон медонанд, аз корҳои кардаашон пушаймон низ шуданд, аз наворҳои гузаштаашон
сахт пушаймон шуда аз ман ҳатто узр пурсидан. ба ҳар ҳол ман ташаккур мегӯям бори дигар ба ҳамаи онҳо ки дар он рӯзҳо ҳама маро танҳо гузошт, аммо парвардигор бароям инсонҳоеро равона сохт ки он қадар дар касбу кори ба обрӯ дар мартабаҳои баланд кору зиндагӣ мекарданд ки аз ҷиҳати маблағ, аз ҷиҳати маслиҳат, аз ҳама ҷиҳат маро дастгирӣ карданд ва нагузоштанд ки эҳсоси танҳоӣ, эҳсоси дард, эҳсоси мушкилӣ мекунам ва ҳар лаҳза бароям аз гӯшаву канори Тоҷикистон занг зада раҳнамоӣ карданд ки ту метавонӣ, ту ҷуръату ҷасорат дорӣ ва бояд ки ин имтиҳони парвардигорро сарбаландона пушти сар кунӣ. ташаккур мегӯям ба ҳамаи онҳо тариқи ин барнома. ташаккури зиёда опаҷони азиз. ва дӯстони азиз, ҳар яки шумо фикри яхдаи худро дар комментария нависен ва ягон саволе ки бо ногуфта бошад, иншоалло боварӣ дорам ки апаи азиз дуюмбора ба барномаи мо меяд, ба ҳар яки саволи шумо посух мегардонад. ва дар анҷоми барнома ҳамира гуфтем дӯстони азиз ки ба канали апаи азизи ма ки дар ютуб ном гирифтааст «Зан ва мард» дар омада обуна шавед ва бениҳоят наворҳои хубу ҷолибро барои шумо пешкаш мекунад. Худо ҳофиз то барномаҳои оянда.